خب مراقبت‌های لازم 3 ماه قبل از بارداری رو انجام دادین و حالا میخوایم با یه بدن سالم و روحیه شاد و امیدوار آمادگی پرورش یه بچه سالم رو داشته باشین. اولین قدم اینه که با روش‌های جلوگیری از بارداری خداحافظی کنین. خیلی از خانوما وقتی که داروهای ضد بارداری رو قطع میکنن 1 ماه 2 ماه 3 ماه یه مدت طول میکشه تا بدنشون به حالت اولیه برگرده و عادت ماهانه‌شون تنظیم بشه. اما بعضی‌ها اینجوری نیستن، به محض اینکه قرص رو قطع میکنن باردار میشن. تو این زمانی که منتظرین تا عادت ماهانه‌تون به حالت نرمال برگرده، وقت کافی دارین که پیگیر آزمایشاتون بشین یا اصلا یه فرصتی بذارین زمان دقیق تخمک گذاریتون رو پیدا بکنین. با اینکه همتون میدونین تخمک گذاری چیه، ولی یه مختصری براتون توضیح میدم. تخمک گذاری به زمانی گفته میشه که یک تخمک از تخمدان آزاد میشه. این زمان رو دوره باروری تو سیکل قاعدگی میگن. هر ماه یه تخمک در تخمدان شما به بلوغ میرسه. وقتی اندازش به حد معینی رسید، از تخمدان آزاد شده و تو لوله‌های فالوپ به طرف رحم حرکت میکنه. اینکه در هر بار کدوم تخمدان تخمک آزاد میکنه تقریبا نامشخصه. وظیفه تخمک گذاری تو سیکلای قاعدگی به صورت منظم و یکی در میان بین تخمدانا تقسیم نمیشه. تخمک در مسیر خود ممکنه توسط اسپرم بارور بشه و در ادامه مسیر شروع به تقسیم سلولی میکنه و وارد رحم میشه. اگه لانه‌گزینی بکنه حاملگی شروع میشه. اگه تخمک اصلا بارور نشه توسط بدن جذب میشه. حدود 2 هفته بعد دیواره رحم میریزه و سیکل قاعدگی شروع میشه. چرا باید زمان تخمک گذاری رو بدونیم؟ چون هر تخمک بعد از رها شدن از تخمدان فقط 12 تا 24 ساعت زنده میمونه. پس اگر زمان دقیق تخمک گذاری تو ندونی شانس تو برای یک باروری از دست میدی توی اون ماه. یا اینکه باروری با تخمک سالم و جوون اتفاق نمیفته. اما اسپرم 2 تا 3 روز زنده میمونه. یعنی اگه 2 تا 3 روز قبل از تخمک گذاریتون نزدیکی داشته باشین لقاح صورت میگیره. ممکنه شما عادت ماهانه بشین ولی توی اون ماه هیچ تخمک گذاری نداشته باشین. برعکسش هم هست، یعنی ممکنه که تخمک گذاری انجام بشه اما عادت ماهانه اتفاق نیفته. بعضی عوامل میتونه روی تخمک گذاری اثر داشته باشه. مثل هیجانات روحی مادر، استرس، بیماری‌های جسمی یا به هم ریختن برنامه‌های روزمره زندگی، تغییر فصل، تغییر آب و هوا. آسون ترین راه برای پیدا کردن زمان تخمک گذاری از روی عادت ماهانه است. 12 تا 16 روز از تاریخ پریود بعدیتون کم کنین. زمان تخمک گذاری تقریبی به دست میاد. مثلا اگه قرار 25 پریود بشین، 12 رو از 25 کم کنین میشه 13. 16 رو هم از 25 کم کنین میشه 9. پس از 9 تا 13 زمان تخمک گذاریه. خانومایی که هر 28 روز یک بار پریود میشن، 14مین روز تخمک گذاریه. برای استفاده از این روش شما باید بدونین که دوره کامل شما معمولاً چند روز طول میکشه. راه دوم برای محاسبه زمان تخمک گذاری استفاده از دستگاه‌های تخمک گذاریه که تو داروخانه ها بهش میگن کیت تخمک گذاری که طرز کارش هم تو بروشورش کامل نوشته. راه سوم اندازه‌گیری دمای بدنه. دماسنج یا همون تبگیر با یه تقویم کوچیک همیشه کنار تخت خوابتون باشه و هر روز به محض اینکه چشتون باز شد دمای بدنتون رو اندازه بگیرین و بنویسید. چون دمای بدن در طول روز به علت فعالیت‌های روزمره، هوا، غذا و نوشیدنی‌های داغ تغییر میکنه. ولی بلافاصله بعد از بیدار شدن دمای بدن ثابته. 2-3 ماه دمای بدنتون رو اندازه بگیرین و بنویسین. 3 روز توی ماه دمای بدن 0.5 تا 1 درجه از بقیه روزا بالاتره. 2-3 روز قبل از اینکه دمای بدن بالا بره درصد باروری بالاتره. چون بعد از تخمک گذاری 1 تا 2 روز طول میکشه تا سطح هورمون پروژسترون به حدی برسه که دمای بدن شما رو افزایش بده. اما از اونجا که تخمک حداکثر 24 ساعت میتونه زنده بمونه، وقتی که دمای بدن بالا میره دیگه برای باردار شدن دیر شده.
بنابراین وقتی 3 ماه دمای بدنتون رو اندازه بگیرین، الگوی افزایش دمای بدن مشخص میشه و میتونین پیش بینی کنین که ماه بعد چه زمانی تخمک گذاری دارین. راه 4 پیدا کردن زمان تخمک گذاری توجه به نشونه های تخمک گذاریه که این نشونه ها توی هر خانمی متفاوته. تغییر در مایع سرویکس یا همون ترشحات دهانه رحم. هر کسی میتونه نوع ترشحات خودشو بشناسه. همه خانوما به یک شکل ترشح ندارن. معمولاً تخمک گذاری زمانی اتفاق میفته که شما بیشترین مایع و خیسی رو احساس میکنید. ترشحات شما شبیه سفیده تخم مرغ میشه. سرویکس یا گردن رحم موقع تخمک گذاری نرمتر میشه و تغییر حالت میده. یعنی بالا و باز و خیس میشه. البته بیشتر خانم‌ها نمیتونن تفاوت بین حالت طبیعی گردن رحم و زمان تخمک گذاری رو تشخیص بدن. برای همین یه سری نشونه‌های ثانویه هست. مثل لکه بینی جزئی که به ندرت البته پیش میاد. حس‌های چشایی، بویایی یا بینایی در زمان تخمک گذاری حساس‌تر و قوی‌تر میشه. بعضی از خانوما نزدیک زمان تخمک گذاری کمی درد یا انقباض در ناحیه زیر شکم یا کمرشون احساس میکنن. احساس خستگی و بیحالی میکنن. سردرد میشن. از نظر روحی کسلتر از روزهای دیگه هستن. بهتره طوری برنامه ریزی کنین که بچه‌تون تو بهار یا تابستون به دنیا بیاد که دچار مشکلات عفونتی، بیماری‌های سرماخوردگی نشه. البته چندین ماه طول میکشه تا شما بچه دار بشین. بهتره تو این فرصت از وقتتون استفاده کنین. حتی میتونین اطلاعات جمع کنین، برین کلاسای پدری و مادری، کتاب بخونین. از احساساتتون برای بچه‌تون بنویسین. به هر زبان و هر ادبیاتی که بلدین براش بنویسین. ترانه بنویسین، براش قصه بگین. گل خوشبوی من کی میایی که برات شهر رو چراغون بکنم، این خونه رو گلبارون بکنم. سیدی‌های آموزشی ببینین. آواز بخونین، محیط خونه رو برای اومدن شیرین ترین هدیه خدا شاد کنین. به خصوص اگه بچه دوم قراره به دنیا بیاد، شادی ورود نوزاد رو برای کودک اول دلپذیرتر میکنه. باعث میشه کودک اول کسی رو که شادی رو برای مادرش به ارمغان آورده دوست داشته باشه. اگه با خوندن قرآن، دعا و نماز آروم میشین، حتما این عبادات رو انجام بدین. به شرط اینکه همراه با گریه نباشه.